السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوره قارعه ترجمه می شود بإذن الله و کلمه هاش خاصتا بیان کرده می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه. اینجا الله پاک گفته است که القارعه، قارعه اصلا یک حادثه ای که میکوبد، آواز، یعنی که یک سخت بگیم کوبنده هست که زمین میکوباند. قارعه چه در بعضی تفسیرهای مانند تفسیر جلالین میگد که اینه که میکوبد دلها را به ترسش، دلها به لرزه میدرد. بل قارعه چی است؟ همون چی انم حادثه ای که فروکوبنده. چیست همون گفته است؟ پرسیده است نه چگونه هست؟ و ما ادراک ما القارعه، با سیم با تکرار شده است کلمه قارعه کی. و تو را چی خبری است که چی است قارعه؟ همون حادثه ای کوبنده. ان حادثه این خیلی سخت است که مردم در این حادثه بسیار عجیب میشوند. میگد که الله پاک در دامش که یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اون روز می باشند مردم کالفراش. فراش گفته پروانه را میگن، همون شپرک هایی که در شب ها میگردن گردی چراغ آمده میان میزنن و در دوری علاب در آمده میسوزن، نمیفهمن چون هم خیلی چی هستن؟ مبثوث هستن. مبثوث گفته پراکنده. روز قیامت انسان ها نمیدونن کدام طرف بگریزن و کدام طرف بروند. دیگر همین حادثه سخت است. انسان ها دلهاشون کفیده از ترس چی مرده رفتن میگن. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، همون روز قیامت می باشد کوه ها کالعهن میشوند. عهن مانند پشمی بگیم که رنگ کرده شدگی. منفوش گفته زده شده. چه خیل؟ اینه که در زمانی کمتر پیشتر بگیم شاید 10-15 سال پیشتر همین پخترم با چوب کمپیرو بگیم که بیبی های ما با چوب میزدن، تنک میکردن، هموار میکردن، هم پشم همین خیلی میزدن خیلی هموار میکردن، مانندی یکم قالین یا که یکم چی از اون تیار میکردن. همین خیلی روز قیامت کوها با رنگ های گوناگون، چون وقتی که قیامت که میزنه صداش این نفخه یکم که حضرت اسرافیل که در نفخه میدمد، اون حالت کوها تیکه پاره شده میخواد به زمین هموار میشه. یکم کوه نمیمونه، یکم بلند دیگر همش مانند پشمی که هموار شده است، رنگ کرده شده است، وزده شده است، هموار شده است. همین خیلی کوه ها همه یکسان میشوند. و تکون الجبال، و می باشد کوه ها میشوند کوه ها کالعهن، مانند پشمی چی رنگ کرده شده منفوش گفته زده شده. یعنی که فاما من ثقلت موازینه، انا انسان هایی که پس اما انسان هایی که ثقلت وزنی کند، وزنی شود. موازین رو گفته همون ترازوهای همون ها. موازین گفته میزان ترازو را، موازین ترازوها را میگن، یعنی که ترازوهای همون، یعنی که ثواب های اون وقت ترازو که وزنی کرد، پس اون چی میشود؟ فهو فی عیشة راضیه، پس اون در زندگی، عیشه گفته زندگی را میگن، راضیه گفته یعنی که رضا بخش، رضا کننده، یا اینکه به اسم مفعول هم اگر که بعضی میگردونش که مرضیه، زندگی راضی گردیده شدگی. فما اینه که روز قیامت آنها در زندگی چی صاحب رضایت هستن، یا که مرضیه که از اون زندگیشون راضی گردیده شدگی هستن. اینها انسان های خوب هستند، خوشبخت هستند. دیگر اون وقتی که جنت میبینن بسیار راحت و دیگه مثلا کیف صفای قیامت که میبینن، یعنی که در جنت که میبینن در آخرت بسیار راضی هستند. اما انسان هایی که اونها اگر ما بگیم ترازوهاشون سبک کنه چی؟ و اما من خفت موازینه، اما انسان هایی که خفت گفته سبک گردید، سبک شد. موازینه گفته ترازوهای همون، یعنی که اعماش در ترازو سبک کرد. فامه هاویه، فامه گفته پس مادری او. مادری اون چی هست؟
حاویه هست. حاویه یکی از نامهای دوزخ است. اینه که دوزخ مانند یک انسان مادرش در آغوش میگیره دستوری میکند، ان خیلی دوزخ او را در آغوش خیلی میجقد و میسوزاند. و ما ادراک ما هی، الله پاک میگه تو چه خبر است که چی است انمو بگیم که دوزخ که حاویه نام دارد. نار حامیه، اون آتش چی است؟ حامیه هست، بسیار گرم و سوزان هست. نار آتش میشه، حاویه گفته گرم و سوزان میگن. یعنی که انسانی که نامه اعمالش بگیم سبوکی کرد و ترازی اون سبوکی کرد، مادری او یعنی که جایگاهی او و مکان و مقر او حاویه میشود. و ما ادراک ما هی، چه خبر است که چی است؟ چی است همون بگیم که همون حاویه؟ گفته الله پاک چی کرده است؟ پرسیده است. و ما ادراک ما هی، یعنی که هی یا ما هی، یعنی که همون بگیم چی است؟ هیه گفتن که سکته وقتی وارد است. ما هیه اصلا ما هی یه گفته سکته واری شریست است. ما هیه چی است همون؟ به خاطر چی الله پاک در اینجا بگیم بعضی وقتا با مانند پرسیدن نبی صلی الله علیه و آله چی میکند که با مانند آگاه شدن مخلوقات، تا اینکه آگاه شوند که این روزی سبکی نیست و روزی نیست که مثلا انسان ها بی‌پروا باشن. اون روزی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه تا پیش از اون که قیامت، یعنی سختی قیامت که برپا شود، یک شمال میشد که مؤمن های صادق و ایماندار ایمان کامل ها اونها از دنیا میروند، اما فاسق و فجار و کفار این چیزا رو حتما میبینن و دلهاشون تیکه تیکه میشه از ترس سخته. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله.